سلام بچه، خیلی خوش آمدیم به این ویدیو. توی این ویدیو اومدیم بریم اولین ویدیو چنل یوتیوبمون رو بگیریم و اسم من پرام گیمر 24 هستش و خوشحالم که با ما آشنا میشین و امروز اومدیم ماینکرافت سوروایول پارت اول بگیریم براتون و اگه از این ویدیو خوشتون اومد این ویدیو لایک کنید، چنلمون رو ساب کنید، یه کامنت هم بذارید اون زیر، ممنون میشم و بریم سراغ ویدیو. که دوستان ماینکرافت بدراک هستیم، بریم چوب بکنیم. خب این هم از این. بریم سراغ اینکی. صدای اسکلتون میاد. خب کجا میاد؟ اوه اینجا یه کوه هم هستش، زغال هم هست، فکر کنم از این پایینه. اوکی ما حاجی روبا موقع خود فکر کردم یه چیز دیگه است، اصلا حواسم نبود. همینقدر خوبه. خب بریم که ماین کنیم. خب نه اینو بذاریم بمونه. یه 24 تا میخوام. 24 برای اینکه 2 تا فرنکس بسازیم با تبر و شمشیر و کلنگ. حاجی دقت نکردم اسمم پرام گیمر 24 24 تا دقیقه، ولی خب مهم نیست. چانکم 12 چرا یکم لگه. بابا زغال دوستان، چون که اولین ویدیوم فعلا ساب نمیگیرم و فکر کنم حوصلت رو سر بره بیاین این ویدیو ببینیم، پس 15 دقیقه 16 دقیقه میکنم. احتمالا تو همین گار ویدیومون تموم کنیم، احتمالا فول آهن شیم، چون که الان 5 تا آهن پیدا کردیم. آیا ایدون اوجی فکرم زامبی ویلیجر نها کنید، زامبیه. ولی خب اول بیام یه تورچ بسازم، یکی که نه مقدار بیشتر. خب اینجا بذاریم برای غذا. آها نور اومد. بابا زغاشو بردیش اشکال نداره، خوبه. البته اگه بیش از حد بشه این از این تمام شد. خب
دوستان من یکم کم حرفم. خب حالا این مهم نیست. من گفتم حالا اگه حوصلتون سر رفت ببخشید. الان با شما حرف میزنم. خب همین بود بچه. ولی خب یه سری لوت ها به دست آوردیم. لوت که از مال ویلیج و اینجور چیزاست یا ماینکرافت. پس چرا میگم لوت؟ این زغال من نداشتم. خب دیگه نیست. پس صدای این همه ماب میومد از کجاست؟ او بچه یه جایی یه غار بزرگ احتمالا. بریم اونجا هم بگردیم. چیش داره شب میشه. من اینا رو بکشم. وای 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 بمیر. بچه اگه دوست دارید بریم مودو هم تست کنیم خواهشم بالای نسخه 1.17 نگین، چون که من نسخه 1.17 بازی میکنم. تو مادر برو زیره که شنا نمیکنه. دستگیرم علاقه به شنا نداره. او زامبی دریایی. خفه شدم. یه بالا نفس بگیر برو پایین. اینو دیگه حاجی به جایی که برم بیرون دنبال گوسفند میگردم تخت میز کنم منم ماهی ها شروع کنم. البته چرا گلاب ماهی نمیسازم؟ مثل شبشی میرم میسازم. یه ماهی میگیرم راحت‌تر. تازه‌ش هم چیزای خوبی هم به دست میاریم. اول بریم چوب بکنیم برای خونه. او حاجی چقدر صدای اسکلتون میاد. اسکلتون میدونید که چیه؟ یکی از اون مابایی او از این زامبی دریایی که چیز داره. اسمش چی بود؟ خیلی شرمانش حاجی. ویلیج هیچ ویلیج پشمو. خوبه بریم لوتش کنیم. آیرن گالم هم هست. فعلا صبح بریم بکشیمش. فعلا از ویلیج محافظت کنه. بچه من اینجا گیر افتادم. چی کوشی اینجا. بیا امیدوارم این دل بده. حاجی نیفته تو. این هم از شانس ماه. اشکال نداره. آمور بده لطفاً آمور بده. بابا حاجی من چون نمیرم تو ویلیج. سلام چاکر شما خوبی؟ خب خوابیده بچه ویلیجر تو یه خونه نمیترسی؟ وای نمیرم
دیگه وایسه توی یکی از این خونه. چقدر بچه ویلیجی دارین شما؟ ببینم ست اسپان شده بخواب صبح شدم سراغ آیرون گالم دیگه خیالم راحت بشه. بارونی شد قد شد شانس بودم. چرا خوشم نمیاد بارون اوه به عالیه بچه سید ولدو اگه میخواین بین تو کامنت ها بهم بگی من بگی پینش میکنم اگه میخواین. لطفا تاتون بگین یا یکیتون بگین کافیه. اینم لوتاشون لطفا خوب نیست بچه. گفتم تو نسخه 1.17 حالا برید توی نسخه تو اون بالا چی کار میکنی؟ میکشی چرا میای سراغ من که بس اینم بکشم. چجوری از اونجا زدی؟ مشکل داریم ما داریم زحمت میکشیم تو نمیدونی چه بلای سر ما اومد. همین خوبه 3 تا بلاک بزنیم بریم بالا داداش. از این ویلیجر سبزا یکم دیر بلند میشن. فکرم از اون معمولی هست. سلام داداش چطوری؟ میشه لطف کنی بمیری؟ داداش باوشی وای تو که از اتفاق بیفتی چیزی نمیشه چرا خب از اونجا نمیای پایین؟ ناراحت شدی؟ خب میخوای تا هم ناراحت بیشتر بایستینم خوبه بده بچه تبر آیرونی میده. بخریم یا نخریم؟ میخریم. مرسی. خب برو پیکارت خیلی گرون میفروشی حاجی. زنگولشون به در بخور برش دارم. میز کار یا کرافین تیبل بچه جاهای دیگه شون نگشتیم میسونم. چی هم داره یه دونه از این تخته رو برداریم بریم دیگه. گوسفند نمیخوایم. داشت برو که اینا مال منه. خوبه احتمالا پارت بعدی بریم خونه بسازیم. این نوکر نیستم میگیری و براتونم نمیکنم چون که ازتون بدم میاد. خیلی عقلتون کمه. خدا زامبی از اینا باهوشترن. دوستای برید امتحان کنید. اینو برداشتم. خب دیگه کله‌شو ببین چیزی نگاه میکنه. گاو بچه اینا رو کلن نمیکنم برای اینکه شاید یه روزی اومدم اینجا خواستمشون ولی خب خونه ساختم میتونم بکنم به هر حال. داشت این یه کاری میکنیم بکنمتون رو. بده بیاد بده نمیخوام حواسم این که باید بیشتر جمع کنم. خب خب آهن ایوالا خب دوستان گرامی دلت به دردمون نمیخوره. خدا این چه شانسی به ما دادی. اینو جای چی بذارم اصلا؟ وایسایی
کار میکنن. یه دستم آها برو بالا. آجی اینو گذاشتم تله شد، حالا ولش کن بابا. شاید یه روزی خودم افتادم بالا، احتمالاً. کارشم که کوچیکه. کی دوستان حس کنم ویدیو یکم دقیقش زیاد شده حجمش. البته خب الان تو گوشی دارم باز میکنم، گوشی خوبیه. خب حافظش 256 گیگه، ولی خب برای اینکه میخوام آپلودش کنم چیزه اینترنت میره، خاطر این اینطوری میکنم که کم میگیرم. و ببخشید اگه دوست دارید بیشتر باشه، بعضی شاید حوصله‌شون سر بره. یه گرگ وایسا آجی اصلا دلم نمیخواد بمیره. سلام گوگلی. فکرم یخ زنی نابه. آجی الان بیام اینو دمیج بدم سنگم میاد تو آب. ولی خب اینو بهشون میزنم میمیره چون که شمشیره. نه خفه میشه تو آب. این ماهی ها نبوده من این سنگ رو نداشتم. یا همون گرگ. بوز هم اسمشون یا یه چیز دیگه. بابا تو چی میگی؟ این شب داره میشه باز چیکار نداره میریم میخوابیم. یه غار بزرگ میخوام بغلش خونه بسازم ولی خب باید بیشتر بگنم ولی خب الان این همون غار است. آره چقدر بوز میاد. بچه همینجا خونمون میسازیم و بعد ویدیومون رو تموم میکنیم. خب بریم. دوستان سگمو کشت. لعنت به این کریپرو. وای از خودم هم میمیرم بابا. یه نفرم نکشته بود. چه وای به چوخ رفتم. تو یه قلب همین طورم هیچی نره پشمون. من بیام اینجا ست اسپان کنم. وایسا منو بکشه چیزام پر بشه. همین اچ پیم بزن منو بزن. الان میخوابم بهتون میگم. گوشی آیناش بریم که بخوابیم. خب دوستان پارت بعدی بابا یه دقیقه بذار حرفمو میزنم کریپر. همینجوریش هم که ازت متنفرم. ای بابا
دوستان پارت بعدی خونمونو میسازیم و از شانس ما کلیپه باز ترکید دیگه مجبورم کردم اینجا خونه نسازم. و دوستان مرسی که این ویدیو تا آخر مشاهده کردید. لایک و ساب و کامنت فراموش نکنید و تا ویدیوهای بعد خدا نگهدار.